سلام بچه‌ها، تو این ویدیو قراره با هم بهتون آموزش بدم چجوری کاور خیلی خفن بزنیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم بعد با این الکل و این دستمالی که برند مک بهم هدیه داده تمیزکاری کنیم. برو که رفتیم. ما به برنامه‌ای که نیاز داریم برای مثلا انجام کانسپت آرت، کاور زدن، هر چیزی که با قلم میشه استفاده کرد، نوردهی، تامنیل، هر کاری که میخواین استفاده کنین، خب شما یه منبع ایده احتیاج دارید. به طور مثال میتونید از پینترست استفاده کنید. البته وی پی ان میخواد که الان یه دونه وی پی ان میزنیم، وارد پینترست میشیم، جو پر از منبع الهام هستش. از جستجوی ساده مثلا من از استریت ویر واترمارک استفاده میکنم. اینا یه چیزای بیسیکه برای مثلا دیتیل دادن به کاراتون. خب الان به طور مثال این ممکنه به درد بخوره. من اینو دانلود میکنم از اینجا. این سه نقطه رو میزنید و دانلود ایمیج میزنید و وارد گالریتون میشه. خب شما میتونید از برنامه فتوشاپ، پروکرییت و هر چیزی که باهاش راحتین میتونید استفاده کنید. الان با تبلت، با آیپد من دارم از پروکرییت استفاده میکنم. وارد پروکرییت میشیم. خب شما هم میتونید داخل پروکرییت تمام کارهایی که اکثر کارهایی که تو فتوشاپ میشه انجام داده میتونید انجام بدید. ولی تو اینجا کانسپت آرت و مثلا براشای مختلفی داره که یکم کارش با فتوشاپ متفاوت میشه تو بحث نقاشی کردن. مثلا اینجا میتونید یه سری گاشن بلر و یه سری از تکسچرها استفاده کنی و کاور بزنی برای اینستا و یوتیوب، تامنیل بزنی، هر کاری. و میتونی پوستر درست کنی، کاور موزیک، ویدیو. اینا مثل فتوشاپ همشون با لیر درست شده. خب اولین چیز پروکرییت که می‌خوایم یاد بگیریم اینه که اینجا فقط پروژه‌ای که می‌خوای استارت بزنی اینجا آماده‌اش هستش و اینجا میتونی خودتون یه سایز دلخواه اد کنید. خب از مربع اسکوئر استفاده می‌کنم. میتونید برای کاورتون از یه استراتژی استفاده کنید که چجوری فونت‌ها رو به ترتیب از مثلا بالا به پایین یا مثلا سایز بندی و پهنای تکسچر و اینا رو همه رو اندازه‌گیری کنید.
to